و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز بارک الله فیک، سوال شما در مسئله عشر بود. یعنی از 10 حصه میوه یا همون سبزواتی که یا دانگی هایی که بعد از دهقانی الله سبحانه و تعالی از زمین به شما می دهد، از 10 حصهش یک حصهش رو دادن، این زکات ان همین میوه هاست، دانگی هاست، کشتکار است. البته رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این مسئله رو آشکار و واضح بیان کردند. رسول الله میگویند، خیلی که در حدیثی که امام مسلم روایت میکنند آمده است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم فيما سقت السماء والعيون عشر و فيما سقي بالنضح نصف العشر. همه آن دهقانی هایی که از کشتکار است یا که نگاه بینی درخت و غیره از میوجات است، از باران آب می نوشند، به اونها صاحب این کشتکار همون خود دهقان آب را از کسی نمی خرد، آب را از کجای نمی کشاند، بلکه آب دهقانی از باران است یا که از چشمه ها یا که از دریا هست. یگان مشقت برای آوردن این باران بگویم این آب نیست، فقط همون جویهای را درست و راست میکند و این درخت باشد یا که کشتکار باشد از این آب استفاده میبرد. یا از آب باران است. خیلی که دهقانی هایی که در قسم از این عالم بمانند روسیه و غیره از دولت های هست که اصلا به کشتکار آبیاری نمیکنن، بلکه آب باران انا همون کافی است که دهقانی به اتمام رسد. پس از این چنین دهقانی ها یا دانگی گرفتید یا میوه گرفتید یا سبزوات گرفتید، از 10 یکش را دادن فرض است. از 10 یکش را دادن فرض است. یعنی از 10 کیلو 1 کیلو یا از 10 صاع 1 صاع عشر نه همین است. اما بارک الله فیکم، اگر آب به واسطه باران نباشد، به واسطه آبی جاری نباشد و آب را صاحبی همون زمین دهقان به یک مشکلی پیدا کند، از گجای بیارد و مبلغ صرف کند، مشقت کشد در آوردن آبیاری این زمین، در این حالت بعد از گرفتن محصولات دهقانیش از 10 کیلو نیم کیلو میتد یا که از 10 صاع نیم صاع، به کلام عادی فهم بگوییم از 10 کیلو نیم کیلو میتد. این حقی انا همون مسلمان های هست که فقیر هستند، بله این فرض است، این واجب است. اگر دهقانی شما همون گرفته شما از زمین حدش تقریبا به 700 کیلو رسد، اما از 700 کیلو پایین باشد، 100 کیلو 200 کیلو اگر شما دهقانی بگیرید، حتی 400 500 کیلو دهقانی بگیرید هم به این عشر داده نمیشود. عشر فرض نه. عشر فرضیتش از 640، بعضی از علما میگن از 700 شروع می شود. چلی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث گفتند، روایت امام مسلم است، والله علم که پیامبر میگن لیس دون 5 اوسق صدقه. اگر همون کشتکاری کرده شما به درجه 5 اوسق نرسیده باشد، شما در این حالت زکات نمیتید. اوسق چی؟ وسق. وسق یعنی یک وسق 60 صاع است، 1 صاع 2.5 کیلو. 5 60 کیلوگرم رو به هم دیگر جمع میکنیم در یک جا، می شود تقریبا 300. و اگر به بالای این هر یک صاع 300 صاع باشد 2.5 کیلو بگوییم 700 کیلو. یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله میگن که از 650 کیلوگرم یا که 700 کیلوگرم دهقانی شما پایان نتیجتیت، یعنی دهقانی کردید اما نتیجهش 700 کیلوگرم نشد، کشتکار کردید نتیجهش 700 کیلوگرم نشد،
از زمین کارتوش بگرفتید، سیب زمینی میگن در زبان عربی، یا که سبزی، یا که پیاز، یا که از قول دیگر علما میوه ها، زیرا که در بالای میوه ها اختلاف است لیکن قول راجع به میوه هم داده میشد، گرفتید. اما وقتی که این میوه ها رو در ترازو گذاشته دیدید که 500 کیلو 600 کیلو است، به این عشر فرض نیست، زیرا که پیامبر گفتن لیس دون 5 اوسق صدقه. وقتی که مال شما به درجه انمون 5 اوسق نرسد به شما فرض نیست، زیرا که شرط فرض شدن، شرط وجوبیت عشر این چی است؟ عشر یا نصف عشر این بلوغ نصاب است. وقتی که اوسق 5 اوسق نمی شود، یعنی تقریبا 650 700 کیلوگرم دهقانی شما نتیجه ندهد، به این بارک الله فیکم عشر فرض نیست. اما از 650 کیلوگرم زیاد دهقانی شما به شما بگویم نتیجه بدهد، در این حالت به هر یک 10 کیلویش 1 کیلو شما جدا میکنید، در 100 کیلو 1 کیلوگرم، در 1 تن 100 کیلوگرم. همچنین و حق فقرا را به مسلمان و مؤمنین و موحدین که فقرا هستند پرداخت می نماید. بارک الله فیکم. و این را خودی الله فرض کرده و رسول الله خیلی که گفتیم فرض کرده، در روایت امام مسلم آمده است. بارک الله فیکم.